أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز، انشاءالله که از مفهوم ویدیو، از عنوان ویدیو بگمانم که فهمیدین که در چی باره یعنی گپ میروه. الحمدلله خوش به حال جوانانی که زنهای صالحه، زنهای پاک دامن دارن. الله موفقتون بگردانه، الله نصیبتون گردانده است. قدردانی کنین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. دنیا به مثل یک متاع است و بهترین چیز دنیا این زنی صالحه های پاک دامن است. با اون خاطر همیشه دعا کنیم. بسیاری برادرها زنگ میزنن که یگان آدرس خواهری مسلمان نمیدونی که ما زنگیر هستیم، میخواهیم یگان فکر میکنه که بسیار خواهرها برای ما مراجعت میکنه که یگان جوان باشه مثلا بگیریم دیگه و دیگه. یعنی ما اوید به این کار نیستیم. بسیاری سراغ میکنن، میگم از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. ترکت نماز بخونم که پروردگارا برام زنهای صالحه را نصیب گردان. یعنی چی بعضیا میگن که مثلا یکمش چه خیلی اومد قطعی و چم زندگی میکنه، دیمیشه بعد بگیریم. میگم نه، اولشم یکمشم خوب بگیرین. اگر نیت دیمم داشته باشه، دیمشم زنی صالحه، زنی که با طاعت عبادت الله باشه، زنی که مدرسه خواندگی، زنی که از اسلام با خبره، زنی که با تقوا، زنی که شب تهجد میخونه. اون گونه زنها را از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. به امید زیبایی، به امید پول و مول نشین. یعنی چی قدر ملک مال نداشته باشیم، اینها را با همراه خودمان قبرستان نمیبریم. اگر چی قدر سرتم بای باشه یا که خشتامنتم بای باشه، او پول برایت نمیده. مکسیموم چیکار میکنه؟ اگر بکنه هم یک خانه توفه میکنه که یگان ماشین میخره. همیقه. اما فکر کنید که زنی صالحه باشه. الحمدلله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که اول مدرسه فرزندهای شما این مادرای اونها هستند. اگر که مادر با طاعت عبادت الله باشه، لقمه حلال باشه، هر چیزی که میخره بسم الله قطعی میخره، هر چیزی که میخره به دست راست میخره، شوا با تهجد است. الحمدلله شوا از ذکر و عبادت الله دور نیست. از اون گونه فرزند، از اون گونه مادرها فرزندها مثل امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، ابن ماجه، ترمذی و دیگه عالم ها ورین میبراید. با اون خاطر دعا کنیم از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم که پروردگارا برامون زنهای صالحه را نصیب بگردانه. یعنی از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. پدرتان بگین، مادرتان بگین، در حقتان دعا کنه تا اینکه این گونه زنها براتون خداوند نصیب بگردانه. الله سبحانه و تعالی قادره. یعنی با بوی زیبایی، با بوی خوشرویی نشین. یعنی اگر پدر مادری اون زن اهل علم باشه، البته رکی چیکار میکنن؟ فرزند خود را تربیت خوب میکنن تا اینکه از علم خودشون به اونها میرسونن. اگر که پدر مادر پول پرست باشن، مال پرست باشن، چیکار میکنن؟ دمادا میگن کار که با مورا این پول بده، یا اینکه در وقت نکاح گفتی که پا در مهرشون ایفون 13 میمونن، یا اینکه یگان ماشین میمونن. بسیاری جا را دیدیم سبحان الله که در مهر خمر میگن، ماشین خمر که شاید بعضیا شاید که 40 سال 50 سال هم کار کنن او را خریده نتوانه. همین گونه چیزها را بسیار دیدیم که مثلا ما در این مساحه هستیم، میگیم در رپوبلیک هستیم، بسیار جا فریاد میکنه، بسیار جا زنگ میزنه، بسیار مسئله را میپرسن. یعنی وقتی که زنی پاک دامن باشه، زنی صالحه باشه، مثلا اکثریت ما و شما چون میگین زنها را با همراه پدر مادر میمونیم در تاجیکستان به خاطر لقمه حلال از وطن بیرون میشیم. یعنی امانتی باور میکنیم در دست زن فرزند گفتی گپا میوییم. بعد از آنی که گفتی گپا از خانه که بیرون شیم، زنی که صالحه نباشه چیکار میکنه؟ برای خودش یک اکه خان پیدا میکنه یا دادر خان پیدا میکنه که نعوذ بالله، یا اینکه لبوفنیک. با اون خاطر از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که پروردگارا برای هر یک جوان مسلمانی که دور از وطن هستند براشون زنهای صالحه را نصیب بگردانه و فرزندهای صالح. برای ما بسیاری شناسای خودم میشناسم، بسیاری رفیقا والله که
این پستانا و نیست، بگیم به خاطر پرسماتر نیست، به خاطر سوزش قلبی که رفیق خودم با همراه خودم بود. مثال بگیریم طولی چند سال میشناسمشم، بسیار انو خیلی یاش زیاده 4-5 انسانایی که خودم میشناسمشو که با هم یک جا کار میکردیم، میگه خانه رفتم قبیدمشون با همراه دیگه کس. همسایه گفتن که نره، بگو بلیت میگیرم وطن، یعنی سفر میکنم به سوی روسیه و انتظار شد در خانه، یا اینکه بیا در خانه ما انتظار شد ببین که خانت کی میویه و چی گپ خبر میشه. یک تجدیمش که بعضی هاش مثال وطن برمیگردن سبحان الله اویل حامله داره که ولی طول 1 سال 1.5 سال وطن رفتگی نیست، 3-4 ماه حامله داره نعوذ بالله. با اون خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه و علیکم بذات الدین تربیت دک، یعنی بختون ضرور بشمارین دیندار را. الحمدلله که زنی دیندار باشه فرزندها را تربیت خوب میکنه. ببخشید تعلیم به قرآن شون میته، تعلیم به احادیث های نبی صلی الله علیه وسلم میته، تربیتشون میکنه که حلال چیست حرام چیست، حق از باطل جدا میکنه، نشانشون میته. و همون خاطر دعا کنیم که پروردگارا فرزندهای صالح صالحه و سالم و سالم برای هر یک کدیم ما و شما نصیب بگردانه. از رحمت خداوند ناامید نشیم، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشین. انشاءالله که کسی که بیزن است انشاءالله الله موفقش بگردانه، زنهای صالح هر نصیبشون بگردانه. انشاءالله که با دعا باشین، با صبر باشین. بسیاری ها ما را زنگ میزنن، انسانی که بگیم میشناسیم که گفتن زیاده یا وقت شده بود سبحان الله مثل یک سیزن ورشیده بود، هر روز تخمینا زنگ میزدن که شنقاری آیله ما قبیدم چیکار کنم، 4 فرزند دارم، آیله ما قبیدم مثال با خسر خشتامان اومدن لطکوبم کردن که نیم خیلی حالت های تو چی به ماسد که دختر ما را زدی قبیدن، میگه تری همه میکنن ماسد که صبر کن. ای سبحان الله، میگه درم تری حالت میگم ما آید به این کار نیستیم، پیش مفتیات یعنی بسیاری ها زنگ میزنن آید طلاق نکاح دیگه و دیگه. یعنی در تاجیکستان عزیز گفتی که پا هسته جای مفتیات و قاضیات که حکم میکنن امیر مسئله ها را، و اون خاطر پیش همونا برین. اگر در مسکو باشن پس بگ میره جای مفتیات برین چی حادثه رخ دادگی، بعضی هاش ایتنی رفیق جورش زنگ میزنن میپرسن اما چی حادثه رخ انداخته است با همراه زن شوهر، هر دی همونا بخیزن برون پیش مفتیات. بعضی هاش میگه در حالت غضبناکیم جواب شد دادم دیگه و دیگه، بعضی حالات میگه در با تلفن میگه گپ ثابت خیر کنم با دیگه کس، بعضی هاش میگه خشتمانم خیس مثال پیشگویی کرد بسیار زوری کرد بسر میگه دختر ما جواب شب میرم شوش میتونم دیدم بالاتر و بهتر بویتر دیگه و دیگه و دیگه و دیگه. بار که بعضی حالات میشه سرد میکفه مثال همو گپ زنی هم اونا رو میبینین مثال سوالاشون و دیگه و دیگه، بار که یعنی زیق میشه هم خفه هم میشه سبحان الله که نخواه این گونه رفتار کنن. بعضی خشتمان ها مثال بگیریم مجبور میکنن دو مداره که جواب شبته، و بعضی جوانان هم هستن که بگیم نسبت زن ها ناپسندی میکنن، یعنی لط کوب میکنن بیکار و بکار، اکثر خشتمان ها قرد شب میکنن مثال زن میگیرن به مثل که غلام است مثال استفاده میبرن. نعوذ بالله نه، برام قامم که زنی صالحه باشه، مرد جوانی صالح باشه الحمدلله زایمه پنیمانی میشه با اینشون. اگر بگیم که جوان پاک دامن باشه تربیت که میکنه و بگیم که ریشه که بگیم فوندامنت که سست است، فوندامنت که ضعیفه، بر رقص موزیک و گفت که با رقص بازی که کلانش دیگه فوندامنت که ایدم گندم که کی است خینه که رو بگیم بگیری گفتی که با اسفالت کنی یا که بگیری گفتی که با خانه برداری به نهایت دشواره. با اون خاطر وقتی که ریشه که بگیم با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و اقیم الصلاه و یه چیزا که بگیم که ریشه که پیدا شده یه فوندامنت شده، این گونه الحمدلله فرزندها به نهایت خدمتگار دین اسلام باشن. اگر که بگیم تو را گرفتی دیسکتی که بگوی اصلاحش میکنه مادامی که خودت که نماز خوان نباشی، خودت که با طاعت عبادت الله نباشی، او را اصلاح کردنش به نهایت و به نهایت دشواره، قینه، سخته، به نهایت سخته. به مثل آنه که
فوندامین از گندم کهت در همو فوندامین خواهی که دام بردارین. آیا همی ممکنه که غیر ممکن؟ البته غیر ممکنه. با هم خاطر بگیم که از اهل عائله دیندار حرکت کنین که ازدواج کنین، زن بگیرین. بعضیش میگن که اوی که بدینن، اینوی که خدا به خبر اونها چی؟ الله چی میگه؟ الطیبات للطیبین. آدم های خوب برای آدم های خوبه. الخبیثات للخبیثین. آدم های بدغیج برای آدم های بدغیج. با هم خاطر حرکت کنین، خود را اصلاح کنین و زنی صالحه بکابین. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.